درود بر شما. خیلی ها دایرکت پرسیدن که آقا ما سالیان سال هست که مشکل خلط داریم. یه نمونه خیلی زنده رو ما اینجا شاهد هستیم. یه چند تا سرفه بکن. نفس. یه مقدار نفس تنگه، خیلی هم سرفه شدید داره، خیلی راحته بچه‌ها. یه ذره دستت خیس میکنی، یه ظرف آب هم میدی دستش. ببین سرشو میاره بالا از اینجا، ببین اینجوری. زمانی که لمس میکنی ببین سفت، دوباره ببین سفت. رو اون سفتیه نگه میداری. آب دهنت قورت بده، میره پایین. دست من ذره خیس کن، میزنم آب بخور خودت. ببین دوباره، ببین این ورم داری ناکن. ببین آب دهن قورت بده. خب نفس، دوباره نفس، دوباره یه نفس عمیق بکش. چه فرقی کرد نفس؟ خیلی فرق بازتر شد. مثلا فکر می‌کنید حجم نفسش شد 2 برابر، 1 برابر نی. به همین راحتیه. انجام بدید، نترسید.